سلام دوستان نازنین. اون دوستانی که طرفدار باقلوای 4 مغز کاشان هستند با من همراه باشند تا این باقلوای خوشمزه و پروپیمونو بپزیم. 3 قاشق پودر قند و به اضافه 1 قاشق غذاخوری روغن جامد با هم مخلوط میکنم. این باقلوا 2 تا خمیر داره که باید اونا رو آماده کنیم. بعد شربتش رو آماده کنیم، مواد میانی رو آماده کنیم و بعد پخت اصلی. بعد که کاملا مخلوط شد 1 قاشق چایخوری هل بهش اضافه میکنم و 1 دونه تخم مرغ. 1/4 لیوان روغن مایه و نصف لیوان شیر بهش اضافه میکنم. بعد خوب همه رو با هم مخلوط میکنم. تقریباً 2.5 لیوان آرد لازم داریم که کم کم اضافه میکنیم. آردی که من استفاده کردم 200 گرمه. خمیر رو جمعش میکنم. بهترینه که خمیر حتما ورز بخوره و بعد استراحت داده بشه. اولین مرحله با استراحت دادن خمیر اصلی باقلوا به پایان رسید. برای مرحله بعد میخوایم بیسکویت میانی باقلوا رو آماده کنیم. پس نیاز داریم که خمیر رو آماده کنیم. مرحله آماده کردن خمیر میانی رو با آرد برنج شروع میکنم. 1/2 پیمانه معادل 50 گرم آرد برنج استفاده میکنم. سعی کنین آرد برنج مرغوب باشه. 1 لیوان آرد سفید، 1 قاشق چایخوری هل اضافه میکنم. 1/2 پیمانه شکر، 1/4 پیمانه یا همون لیوان روغن مایه و 1/2 لیوان آب اضافه میکنم. حالا همه اینا رو با هم مخلوطشون میکنم. نهایتاً یه خمیر لطیف به دست میاد. توی سینی رو چرب میکنم و خمیر رو توی سینی میذارم. نیازی به استراحت نداره. میتونین اونو با دست باز کنین یا با وردنه. این خمیر باید به صورت پودر در بیاد زمانی که پخته شد. روشو با چنگال سوراخ میکنم تا بهتر بپزه. بعد اونو تکه تکه برش میزنم. فرق نمیکنه اندازه هاش چقدر باشه. خمیر رو توی فری که از قبل گرم کردم با 170 درجه سانتیگراد برای مدت 20 تا 25 دقیقه میذارم تا بپزه. حالا مغزیجاتو یه مقداری تفت میدم. 50 گرم مغز گردو، 50 گرم مغز بادوم، 50 گرم بادام هندی و 50 گرم پسته دارم. بادام هندی قبلا یه مقداری تفت خورده اما باز همونو تفت میدم. خب همین مقدار کافیه که تفت دادم. از روی حرارت بر میدارم. حالا بعضی از اونها مثل گردو بزرگ هستن و اونا رو تکه میکنم ولی بقیه مغزها به همون شکل خودشون باقی میمونه. البته اگر از گردوهای کوچیک استفاده میکنین نیازی نیست که تکهشون کنید. برای شربت 1 لیوان آب و 1 لیوان شکر استفاده میکنم. هم میزنم و روی حرارت میذارم.
بعد از اینکه شربت به غلیظت رسید 1 قاشق آب لیمو بهش اضافه میکنم که باعث میشه شکرک نزنه و حدود 15 تا 20 گرم کره. بعد از روی حرارت برش میدارم. خب بیسکویت میانیمون آماده شده. بیسکویت رو باید تکه تکه کنیم. همینجور که گفتم فرقی نمیکنه به چه اندازه‌ای باشه. اگر میخواین طریقه سنتی اونو پیش برین حتما همین خمیر میانی رو درست کنین و بپزین. اما اگر میخواین راحت تر باشه از بیسکویت پاتیبور هم میتونین استفاده کنین. همینجور که دیدیم داخل غذاساز میریزم و اونا رو به شکل پودر در میارم. حالا این پودر رو داخل شربت آماده میریزم. همینطور مغزها رو. بیسکویت میانی رو در 3 مرحله من توی غذاساز ریختم و خورد کردم، اما 2 مرحله اونو استفاده کردم و فکر میکنم کافیه. خمیر مرحله اول که آماده کردیم به عمل اومده. حالا توی یه سینی به قطر 25 سانتی متر رو چرب میکنم. روی سطح صاف و آرد میپاشم و این خمیر مرحله اول رو به 2 قسمت میکنم. به اندازه کف سینی خمیر رو باز میکنم. بعد خمیر رو توی سینی میذارم. مواد میانی رو روی خمیر میریزم. روی اونو صاف کرده و سعی میکنم یه مقداری فشردشون کنم. این باقلوا در حین اینکه چند مرحله داره اما بسیار ساده است و میتونین همگام با من پیش بیاین تا بتونین یه باقلوای خوب و خوشمزه داشته باشین. تکه دوم خمیر رو باز میکنم. و این خمیر رو روی سینی پهن میکنم. یه مقداری دورگیری میکنم. بعد با وسیله‌ای یه مقداری فشرده کنین که خمیر به مواد میانی بچسبه یه مقداری. و بعد میتونین خمیر رویی رو یه مقداری برش بزنین. اندازه و سایز برش ها بسته به نظر خودتون. برش هایی که من زدم بزرگ بود. بعد از اینکه برش های عمودی رو زدم برش های مایل میزنم تا به شکل لوزی در بیان. همینجور که گفتم این برش ها بزرگ هستن و میتونین برش های کوچکتری هم داشته باشین.
بعد سینی باقلوا رو توی فری که از قبل با 180 درجه سانتیگراد گرم کردم برای مدت 25 الی 30 دقیقه میذارم تا بپزه. البته این بسته به حرارت فر داره. ممکنه نیاز باشه کمتر یا بیشتر بذاریم توی فر. 2 قاشق شکر و 4 قاشق آب و کمی زعفرون گذاشتم روی حرارت. غلیظ شد. باقلوا رو که از داخل فر در آوردم روی باقلوا میزنم. من یه مقداری شعله بالای فر رو روشن کردم، اما شما این کارو نکنین، به خاطر اینی که نیازی نیست، پخته است کاملا. حالا تا قسمت‌های پایین برش میزنم. همجور که گفتم این باقلوا رو بنا به درخواست بعضی از دوستان من جمله اکرم خانوم آماده کردم و ببینین چه باقلوایی، جای همه مخصوصا اکرم خانوم خالی. دوستان خدا نگهدارتون.